سلام بیننده عزیز و امیدوارم که در کمال عافیت به سر میبرید. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی می کنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم که در برنامه امروز 5 آگوست کدام موضوع را داریم. با 165,000 عائله در تاجیکستان کمک پولی میدهند. مقامات ولایت سوغد مسئله رشوه‌ستانی در گذرگاه‌های مرزی را شرح دادند و باز یک بانک دیگر در تاجیکستان برهم می‌خورد. مقامات تاجیکستان خبر دادند که دادن کمک پولی به عائله‌های کم بضاعت در کشور آغاز شده است. طبق اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به 165,000 عائله در حجم 500 سومانی کمک پولی داده می شود. این مبلغ‌ها در دایره کمک بانک جهانی است که ماه می به تاجیکستان داده بود. به نوشته خبرگزاری دولتی خاور، دادن کمک پولی به عائله‌های کم بضاعت ماه آگوست آغاز شده تا آخر سال دوام می‌کند. در مرحله اول در ماه آگوست به 84,000 عائله‌های کم بضاعت که در خانه کودکانی تا 7 ساله دارند پول می‌دهند. بعدا ماه‌های سپتامبر اکتبر به 56,000 خانواده و ماه‌های نوامبر دکبر به 25,000 عائله چنین کمک پولی‌ها داده می‌شود. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ماه ایون به رادیوی آزادی گفته بود از این کمک‌ها 3 گروه اهالی بهره‌مند خواهند شد: عائله‌های کم بضاعتی که کودکانی تا 7 ساله دارند، عائله‌های کم بضاعتی که کودکانی معیوب تا 18 ساله دارند و عائله‌هایی که سرابانشان زنانند و کودکانی تا 16 ساله دارند. تقسیم کمک‌ها برای کم بضاعتان همیشه در تاجیکستان انتقادها را با وجود می‌آورد. برخی ساکنان میگویند با وجود شرایط وزنی زندگی آنها را بر روی خط شخصانی کم بضاعت وارد نمی‌کنند و همین طور آنها از دریافت کمک‌ها محروم می‌مانند. در پی انتقادها از رشوه‌ستانی در گذرگاه‌های مرزی، مسئولان آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیون در ولایت سوغد قضیه را شرح دادند. در حالی که خبرها از پول طلبی در گذرگاه‌های مرزی زیاد صدا می‌دهد، مسئولین میگویند تنها یک شکایت از رشوه‌ستانی را در گذرگاه‌های مرزی دریافت کردند. فرزان محمدی موضوع را پیگیری کرده است و گزارش او را همراه می‌بینیم. مسئولان مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوغد میگویند سال روان تنها 1 نفر با شکایت رشوه‌ستانی کارگران گذرگاه‌های مرزی مراجعت کرده است. شرف عوضزاده سردار این ریاست روز 3 ایول در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت عریضه طریق پاشته الکترونی فرستاده شده ولی شخصیتش معلوم نیست. در عریضه که ما درباره کردیم همون با واسطه خیلی بیشتر گزارگوی فوتیوبات شهروندان میگذارن و مبلغ پولی میدن. تو مبلغ پولی ندی گزارگو را نمیتونی گذاشت. لیکن نمیره سنجیده بر اومدیم همچون عریضه بینو خیلی که شما میدونید که ماده 20 و 22 قانون جمهوری اسلامی در باره مراجعت شخصانی حقوقی وقتی که عریضه وارد میشه در اون نام و نسب یا سراغ جای خصوصی عریضه نویس در گاییده نباشد، حتما این عریضه به بررسی ماننده میشود. یک هفته قبل رادیوی آزادی از گذرگاه فاتح آباد گزارش تهیه کرده بود که صدها نفر در مرز تاجیکستان و ازبکستان جمع آمده خواهان گذشتن از سرحد بودند. به ادعای بعضی از خواهشمندان عبور سرحد برخی شهروندان با راه و اصول دیگر می توانند گذرند. 1000 سوم در جای هم 200 سوم پنسی میگیرن با 1000 سوم کپلک مینارتی هم گذرن. اینا دستای ششتی هم پول کار کرده. اگر ما نریم بلیط میسوزه. هر سال باید بانک راست کنیم. اینا چی میگن نوزی؟ نه هم میگن نه من نمیگم. یک شونی که پول کده 100 سوزه 1300. از این پیش چندین کاربر سامانه نیز درباره مشکل گذشتن از سرحد تاجیکستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، اما در سرحد تاجیکستان بند میماند. مسئولان آژانسی ضد فساد بعد این گزارش گروه را برای تحقیق حالتهای رشوه‌ستانی در گذرگاه‌های مرزی سفربر کردند، ولی از جانب ساکنان و مسافران هیچ دعوای قبول نکردند. یک هفته شد در همین کار میکنم باور کنید باز میگم متاسفانه شهروندانی که در خودی مرز سوداگان ما خواهش میکنیم التماس میکنیم همراه با کارمندان ما همکاری کنیم. بسیاری ها همکاری کردن دست میکشن. برای این حالت ما اشغال کردن نسبت نفرایی که گفتیم قرار قبول کردن ما غیر امکانی. در همین حال نمایندگان وسایط اخباری عامه و جامعه شهروندی بر این نظر هستند که نشر مقاله و گزارش‌ها در رسانه و شبکه‌های اجتماعی خود می‌تواند اساس برای گذراندن عملیات از جانب نهادهای نظارتی گردد.
چون که ساکنان نه در همه حالت جرأت یا امکانیت فاش کردن چنین حالت‌ها را دارند. مدیر سازمان جهانی تندرستی تدروس گبریئوس کشورهای ثروتمند را دعوت کرد که موقتا از امکانی ساکنانشان با مایع سوم واکسن ضد کرونا ویروس خودداری ورزند. به گزارش خبرگزاری ریترز، تدروس گبریئوس در اظهارات خود به اشتراکچیان 20 گانه بزرگ توصیه داده است که مایع سوم را به کشورهای دهند که به واکسن نیاز دارند و اکثر اهالیشان هنوز ضد کرونا ویروس امن نشدند. واشنگتن به این دعوت سازمان جهانی تندرستی الکی پاسخ داده است. سخنگوی کاخ سفید جن پساکی گفت مقامات آمریکایی از گذراندن مایع سوم دست نمیکشند ولی آماده‌اند نقشه کمک به کشورهای نیازمند را اجرا کنند. در حال حاضر یک قطار کشورها از قبل آمریکا، اسرائیل، فرانسه، آلمان و بریتانیا در پس منظر پهن‌شوی نمودهای خطرناکتر کرونا ویروس نو امکانی شهروندان خود با مایع سوم واکسن را بررسی دارند ولی در این باره هنوز تصمیم رسمی گرفته نشده است. مقامات روس وعده دادند که عهده‌داری‌های خود را در مورد جدا کردن واکسن به کشورهای نیازمند اجرا خواهند کرد ولی در نوبت اول می‌خواهند شهروندان خود را امکاناً. در روسیه دوام هفته‌های اخیر شماره روزانه فوتیده‌ها بر اثر کرونا ویروس 800 نفر را تشکیل می‌دهد. بانک خلقی قزاقستان اعلان کرد که بانک زیرتابعش را در تاجیکستان برهم می‌دهد. نمایندگی این بانک در تاجیکستان با نام خلق بانک تاجیکستان فعالیت می‌کند و از بانک‌های فعال کشور است ولی بانک خلقی قزاقستان روز 4 آگوست با نشر خبرنامه گفت که با قرار شورای دیرکتوران بانک زیرتابعش را در تاجیکستان اختیاراً برهم می‌دهد. مطابق استراتژی رشد ساحه‌های آینده‌دار تجارت، خلق گروپ تصمیم گرفت که از لایحه در تاجیکستان دست کشد تا تمام ذخیره‌ها و سعی و کوشش گروه را به لایحه‌های ثمرناک‌تر و فایده آور روانه سازد. آمده است در خبری رسمی بانک خلقی قزاقستان. مسئولین بانک ملی تاجیکستان هنوز در این باره رسما شرح ندادند. خلق بانک تاجیکستان یکی از 15 بانک تاجیکستان می باشد که طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آیین‌ناموی دارد. در سال روان این سومین بانک تاجیکستان است که برهم می‌خورد. پیشتر با قرار بانک ملی تاجیکستان، اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک نیز برهم داده شدند. بخش یک روز تاریخ را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 آگوست را فرا می‌گیرد. 5 августи соли 2012 бо талошҳои кумитаи забон аз ҷараёни тағйири номи хиёбонҳо, маҳаллаҳо ва гузару кӯчаҳои шаҳри Душанбе хабар дод, ки ҳадафаш мувофиқати онҳо ба арзишҳои миллӣ ва таърихи кишвар будааст. ин яке аз дигар иқдомҳои мақомоти тоҷик барои дур шудан аз мероси фарҳангиву сиёсии даврони шӯравӣ арзёбӣ шуд. 5 августи соли 2019 дар Душанбе дар намунаи 18 зиндонии собиқ саргузаштҳои талху ноком ва баробар бо ин талош барои дастёбӣ ба зиндагии беҳтар ба ривоти тасвир дар маъраз гузошта шуд. дар Тоҷикистон аксар зиндониҳои собиқ баъди озод шудан равиши зиндагиро ба мушкилӣ пайдо ва ҳомиёни ҳуқуқ ба дастгирии ин қишри ҷомеа таъкид мекунанд. 5 августи соли 1947 нависандаи маъруф Абдулҳамид Самадов таваллуд шудааст. муаллифи қиссаҳои баъд аз сари падар, парончакҳо, аспи бобом ва дигарҳо дар бораи нақшу рисолати инсони замонавӣ баҳс кардааст. солиёни зиёд дар мақомҳои сардабири маҷаллаи Садои Шарқ ва муовини раиси иттиҳоди нависандагон ҳам ифои вазифа мекард. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 5 آگوست چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. دوام روز تلاش میکنیم که تازه ترین خبرها را به شما رسانیم. سامانه ما با نشان www.azadi.org در اختیار شماست. برنامه بعدی ما ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. تا آن دم خداحافظ.